ببین چه معنای بلند دارد. میگوید رحمان الله خالق همه کل اشیا، میگوید به عرق نزدیک نشو که عرق تو را زلال دارد، قدر قیمتت گم می شود، مال و ملکت برباد می رود. سخن رحمان نمیگیری، لیکن پیش دکتر می روی، پیش طبیب می روی، تو را صفرا همه گوید، تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حلوا. لیکن پیش دکتر می روی، خون تا می سنجد، میگد خونت میدانی 25 شده است، قند تو اصل دویم بار نخور، گوشت گوسفند نخور، گوشت مرغ نخور که قندت بالا میشه، هلاک میشوی. دیگه گپی دکتر میگیری، ای به انصاف و گفتی رحمان نمیگیری. طبیب میگوید نخور، نمیخوری. ببین کسالای قند ببین، گوسفند نمیخوری. چی گوشت های گوسفند؟ نمیخورم. برای چی؟ برای هلاک میکنم، برای قند بلند